مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان تقدیم می‌کند. طرح آمارگیری اکوسیستم استارتاپی استان کرمان. این طرح با هدف شناخت هرچه بهتر فضای کسب و کارهای نوین استان در سال 98 اجرا شده است. نتایج طرح: سهم مردان در اکوسیستم استارتاپی استان کرمان به نسبت زنان 46% بیشتر است. بیشترین تحصیلات بنیانگذاران و هم بنیانگذاران اکوسیستم استارتاپی استان کرمان مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی و کمترین اون دانش آموزان تشکیل می‌دهند. بیشتر افراد حاضر در این آمارگیری علاوه بر مدیریت استارتاپ خود شغل دیگری نیز دارند. طبق بررسی‌های صورت گرفته فقط 48% استارتاپ‌های استان کرمان به عنوان هسته در مراکز رشد فعالیت می‌کنند. بیشترین حوزه فعالیت کسب و کارهای نوین استان مربوط به حوزه نرم افزار است. همچنین خدمات، خودرو و مدیریت سهم ناچیزی از اکوسیستم استارتاپی استان را به خود اختصاص دادند. تعداد افراد فعال در تیم‌های استارتاپی استان کرمان به ترتیب این نمودار است. همانگونه که در نمودار مشاهده می‌کنید، وضعیت شبکه همکاری میان استارتاپ‌های استان وضعیت مناسبی ندارد و فقط حدود 25% اونها با 3 شرکت و یا بیشتر همکاری دارند. با توجه به موقعیت رشد و عمر کسب و کارهای استارتاپی استان، وضعیت اونها رو میتوان جوان و پویا ارزیابی کرد. 39% استارتاپ‌های فعال در اکوسیستم استان کرمان به وسیله سرمایه شخصی کسب و کار خود را مدیریت می‌کنند و تنها حدود 7% به دنبال سرمایه‌گذار برای ایده خود هستند. همانطور که مشاهده می شود، بیشتر استارتاپ‌های استان برای تکمیل فرایند تیمسازی خود به مهارت توسعه کسب و کار نیاز دارند. بر اساس تحقیقات انجام شده، مهمترین چالش‌های پیش روی کسب و کارهای نوین استان به ترتیب اولویت به این شرح می‌باشند. از توجه شما سپاسگزاریم.